اومدیم با تست اصلی مگنوم برای بازهای ترمینوس و همینطور اکسپی. برو که بریم. خب بزن بریم برای باز اصلی مپ ببینیم وضعیت گان چجوریه. یه تستی هم بگیریم ببینیم میارزه گانه یا نه. خب با دابل استاندارد دابل تب اومدیم با نیپان برسنی فیکنس پوینتش عالیه. این دمیج رو نیا کنیم فقط. فیز تموم شد فقط تو 20 ثانیه. فیز اول عالی، وضعیت دیگه عالیه. یه ذره سلام تو دماغی باید اینکه مریض شدم هنوز خوب نشدیم. بعد از جمع دوا دکتر فعلا درگیریم دیگه. حالا امیدواریم که 24 سپتامبر قرار حالا ما چیز ببینیم، به اصطلاح جزئیات گیم پلی بلک اپس 7 و بعد معرفی کلی اون پرک جدید که حالا فعلا دقیق نمیدونیم در مورد چیه، ولی احتمالا در مورد یک افکت خاصیه که پلیر میده. امیدواریم که پرکات نرفی صورت نگیره برای بلک اپس 7، خصوصا این اگمنت دابل استاندارد این پرک که دابل تب نمیزنی با خیال راحت. ببینیم دمیج چقدره. 5k کریت شات تقریبا میشه گفت بد نیست. داره چون آکیمبو یکم درد سره. یکی از دستاش شکست. خب بریم اینجا دیگه بریم بالا فعلا سریعتر تموم کنیم فیزو. فیز 2 هم تموم شد با همین راحتی. فعلا این مقدار بچرخیم برای آرمور پلی تا به خاک نشونده ما رو. بله از معضلات پلی نیست، هیچی رو مفت نیست. بعدی سیزن سنگاه این نرف یه تکونی به قسمت این دراپ آنمال پیدا کردن. حالا چه ایده هایی تو ذهنشون برای بلک هفت هست که دارن کم کم ملت آماده میکنن. میبینیم 24 سپتامبر.
تموم شد فیز. بله 50 که تو کریت داره دمیج میده، اونم دد فرس و هیچ چیزی در استفاده نمیشه، یعنی 50 که بیس دمیجشه واسه کریت. حالا تو دیسکریپشن هم اگیمنت ها رو میذاریم، اگیمنت ها هم داشته باشیم برای خودتون. این شلیکش رد شه با خیال رد، هم دمیج هم با دقت نیا کنیم دمیجش چقدره. 6 و 700 عالی. و ایزی تموم شد. ما یک از آدمسا رو پاپ کنیم که تو اکسیل هم ببینیم وضعیت گان چجوریه. خب بریم برای اکسفیل، ببینیم وضعیت گان تو اکسفیل ها چجوریه، آیا ارزشش داره همچنان. حتی خواهیم واقعا سر فایر ریت اینا داستان داره، اونقدر بی مشکل نیستش، چرا که الان دابل تایم هست رو دابل تاب، یعنی تو حتی اکثر فایر ریت اتچمنت ربیت فایر هم حتی هست، ولی همچنان مشکل فایر ریت این گان داره حس میکنه. یکم دابل کم کنیم. بله 49 کی بدون دابل، بدون اگمنت دد فرست باز میشه گفت عالیه. نمیشه گفت یکی از گانهای های دمیجه، ولی از نظر دی پی اس سی توصیه نمیشه اگه بخواین گانی بردارین که دی پی اس براتون مهمه توش. ولی خب دیگه مگنامه دیگه، استایل کابویی و دیگه به به. باز یه تک زامبی این دور بر گم شده دیگه، وقت ما رو گرفتی. خب دوستان انتهای ویدیو رسیدیم. بعدا براتون اگیمنت ها رو تو دیسکریپشن میذارم. تا دیداری دیگر، بدرود.